میبینی که مردم چه چیزایی پشت سر کدوم مردم؟ اینا؟ اون وقتی که من بدهکار و بی پول بودم این مردم حتی یه روز به مهلت ندادم. اینا گاریم از دستم گرفتم. این یکی برام ژاندارم آورد، اما این عادته به جای کرایه خونش فرش زیر پامونو جمع کرد و برد. یادته؟ حالا تو شاهدی همین مردم چه احترامی دارن به میذارن، چطوری جلو پام دو لب و راست میشن. هیچ میدونی چرا؟ فقط محض خاطر ایناست. بگیرین، اینم طلبتون، بگیرین رو با صفتا که بردارین دیگه. اختیار دارین کج کلا خان، ما همه زندگیمون فقط یه تار مو. میبینی ننه آدم با این چشای بی صاحب مونده خودش چیا داره میبینه. حالا که من به پول رسیدم اینم گذشت پیدا کردم. عیب نداره از ما که گذشت، ولی بای به حال دیگران.